الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و گرانقدر، هر کجا که هستید خدمت شما بزرگواران عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر شما. آیا درست است میگویند مشروب بخوری 40 روز نمازت قبول نیست؟ کسی که مشروب خورده گناه کبیره رو مرتکب شده و باید توبه بکند، اما به این معنی نیست که نماز نخواند. حتما باید نماز بخواند و اگر به بهانه این که شراب خورده نماز را ترک بکند، یک گناه بزرگتری از شرابخواری در واقع انجام داده. این که در روایت آمده که نماز کسی که شراب بخورد تا 40 روز قبول نمی شود، این برای معنیش این هست که از ثوابی که بقیه میبرند این انسان محروم هست و صرفاً به اندازه همین که فرض از گردن ساقط شده همین اندازه ثواب دارد، بیشتر ثواب بیشتری ندارد. اما اگر بخواهد که نماز نخواند، در واقع گناه بزرگتری رو انجام داده و هیچ کسی و هیچ عالمی نگفته اگر کسی شراب خورد نباید نماز بخواند، بلکه باید بیشتر نماز بخواند تا اینکه کفاری بشود برای این گناهی که در واقع انجام داده. از آمریکا دارم میبینم. الله متعال شما را حفظ بکند. کسی که 14 سالش باشه و خودکشی کند گناه کبیره حساب میشه یا نه؟ به صورت کلی خودکشی گناه کبیره است. خودکشی که انسان خودش را بکشد یا دیگری را بکشد، در هر صورت این جزء گناهان کبیره است. اما کسی که به اصطلاح به سن تکلیف نرسیده باشد و سن بلوغ نرسیده باشد، گناهی برای اون نوشته نمی شود. تا زمانی که انسان مکلف نشده از نظر شرعی گناهی برگردن اون نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که رفع القلم عن ثلاثه، قلم تکلیف از 3 نفر در واقع برداشته شده، یعنی گناهی برای اونها نوشته نمی شود. کسی که خواب هست تا زمانی که در بیدار نشده باشد، و مجنون تا زمانی که افاقه نکند و به هوش نیاید، و عن الصبی حتی یحتلم، و کودک تا زمانی که به سن بلوغ و تکلیف نرسیده باشد. اینها در واقع گناهی برگردنشان نیست. ما شیعه هستیم، دست و صورتمون را موقع وضو 2 بار میشوییم. آیا صحیح هست یا نه باید مثل سنی ها وضو بگیریم؟ برای اهل سنت و الجماعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست که من سوالتون از شستن، کیفیت شستن اعضا هست، هم یک بار بشویید صحیح هست وضویتان. اگر 2 بار هم بشویید هم صحیح است. 3 بار هر عضوی را شستید باز هم صحیح است. و حد اقلش 1 بار هست و حد اکثرش 3 بار هست. هر کسی که بیشتر از 3 بار هنگام وضو گرفتن هر عضوی را بشوید، این در واقع اسراف کرده، زیاده روی کرده. 1 بار اگر دیدی کامل شسته شده، اینم کفایت میکند. 2 بار وسطش هست، متوسط هست. و اما 3 بار که هر عضوی دست را، صورت را 3 بار شستید، یعنی این که کامل شسته شده و نباید که بیشتر از این وسواسی داشته باشید. اما از نظر فقهی خب اهل سنت و الجماعت وضوی خاص خودشان را دارند، استدلال خودشان را دارند، و اهل تشیع هم دیگه وضویشان معروف است. از دیدگاه اهل سنت و الجماعت شستن پاها در هنگام وضو یکی از ارکان وضو هست. اگر کسی پایش را نشوید، این در واقع یک رکنی را ترک کرده و وضویش از دیدگاه اهل سنت باطل هست. فرزند صالح برای پدر و مادر صدقه جاریه حساب می شود؟
فرزند دوست برای پدر و مادر گناه به ارمغان می آورد؟ اصل بر این است که فرزند صالح، چون که در واقع ثمره تربیت پدر و مادر هست، اونها بزرگش کردند و به این راه اون را هدایتش کردن، بله جزء اعمال صالح و صدقه جاریه برای فرزندش، برای پدر و مادر در واقع شمرده می شود. و برای کسانی که مثلا اگر کسی کوتاهی کرده باشه در حق فرزندش، اون رو مثلا بد بار آورده باشه یا اونو تشویق کرده باشه به گناه و به این راه سوق داده باشه، بله در این صورت گناه برگردن اون هم هست. اما اگر نه، فرزند خودش به اصطلاح ناخلف هست و ناصالح بوده، بعداً با دوستان ناباب گشته و از راه به در رفته، در این صورت بر پدر و مادری که در این زمینه نقشی نداشتند گناهی حساب نمی شود. درباره نکاح شیعه و سنی توضیح بدید. نکاح شیعه و سنی در واقع دچار اختلاف می شوند با هم دیگر. اگر که شیعه و سنی با هم ازدواج بکنند با توجه به این که اعتقاداتشون با هم متفاوت هست و اگر که به اصطلاح تعصب داشته باشند، می بینیم که مراسمی هست و آداب و رسومی هست، اینها در واقع ایجاد مشکل میکنه. فردا که فرزندی متولد بشه باز هم با هم دیگر در اختلاف و تضاد میفتند، فرزندشون به شیعه بره به سنی بره و خود روابط در میان خانواده ها، هر خانواده فرهنگ و اعتقادات خودش را داره. احیانا میبینیم که افرادی به نام تشیع مثلا به اصحاب پیامبر، امهات المؤمنین، به مقدسات تشیع، مقدسات اهل سنت مثلا بی احترامی بکنن. تمام این موارد سبب میشه که به اصطلاح زندگیشون یک زندگی آرامش بخشی در واقع نباشد. به این خاطر توصیه ما این است که تا جایی که ممکن است از چنین ازدواج انسان باید پرهیز بکند. آیا نماز ظهر و عصر میشه با هم بخوانیم؟ من شاغل و برای نماز عصر نمیتونم برم. نه، این که انسان به اصطلاح مشغول باشه، یعنی شاغل باشه، سر کار باشه، در اداره، در مغازه، این دلیلی برای جمع کردن نیست. جمع کردن بین نماز برای عذر جایز هست. یعنی وقتی که انسان در سفر باشه، وقتی که یک خوفی باشه، یک مصیبتی باشه، ناامنی باشه یا باران و طوفانی باشه، در این صورت ها جایز هست که دو نماز را در یک وقت بخوانیم. اما این که مثلا یک کسی شاغل هست، در طول سال شاغل هست، یا این که در مغازه هست، اینها از نظر شرعی عذر شمرده نمیشوند. شما باید سعی بکنید که نماز را سر وقتش بخوانید. 4 رکعت نماز خواندن 5 دقیقه 6 دقیقه شاید بیشتر از شما وقت نگیرد، راحت میتونید نماز خودتون را بخوانید. آیا استخاره صحت دارد؟ اگر بله، شرایط گرفتن استخاره چیست؟ این که شما به کسی دیگر بگویید که برای شما استخاره بگیرد، نه، این استخاره صحت ندارد. این که افرادی هستند دکان و مغازه باز کردند برای مردم استخاره میگیرند، یا به خیلی از عزیزان به بنده پیام میدن که برای ما استخاره بگیرید، نه، هیچ کسی نمیتواند برای کسی دیگر استخاره بگیرد. استخاره برای خود فرد هست. استخاره برای خود فرد هست. 2 رکعت نماز بخواند و بعد از آن دعای استخاره را بخواند، یا به زبان فارسی هم دعا بکند: پروردگارا من میخوام فلان کار رو انجام بدم، آیا این برای من خیر هست یا خیر نیست؟ خیر رو هر کجا که هست برای من مقدر بفرما. این استخاره هست. اما این که مثلا قرآن را باز بکنند استخاره بگیرند، فال بگیرند یا تسبیح استخاره بگیرند، یا اینکه به کسی دیگر بگویید که مثلا برای من استخاره بگیرید، اینا از نظر شرعی هیچ کدامشان ثبوتی ندارد. مولانا وقت بخیر. چگونه بدانیم که الله متعال از ما راضی است؟ این رو باید بسنجیم با اعمالی که ما انجام میدهیم.
اعمالی رو که الله متعال دستور داده که انجام بدهیم، اعمالی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما توصیه کرده که انجام بدهیم، قطعا اگر این کارها رو انجام بدهیم الله متعال از ما راضی هست. اما اعمالی رو که گناه هست، شرک هست و معصیت هست، نافرمانی الله متعال هست، اگر این کارها رو انجام بدهیم قطعا الله متعال از ما ناراض هست. برای این که بخوایم الله متعال از ما راضی باشد باید پایبند شریعت بشویم و حداقل مسلمانی این هست که فرایض شرعی رو باید انجام بدهیم و مهمتر از همه این که نماز را سر وقتش باید بخوانیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث قدسی میفرمایند که الله متعال فرمودند که هیچ بنده‌ای به من به اندازه‌ای که با انجام دادن فرایض نزدیک می شود، من از موارد دیگر به من نمیتواند نزدیک بشود. یعنی بهترین راه نزدیکی و قربت به الله متعال این است که ما پایبند فرایض شرعی باشیم. کسی که نماز نخونه ولی ذکر و صلوات زیاد بگه خدا قبولش میکنه یا نه؟ صلوات و ذکر اینا فرض نیستند، اینا عبادت هایی هستند که به اصطلاح سنت هستند، جز فرایض نیستند. و اگر شما یعنی 1000 بار هم که درود بفرستی، ذکر بکنید، اینا نمیتونه که جای نماز شما رو بگیرد. و حتی در طول عمر هم اگر ذکر بکنید نماز نخوانید نمیتونه که جایگزین یک نماز شما باشه. نمازی که فرض هست جز ارکان اسلام و ارکان دین شمرده می شود و حداقل مسلمانی این است که ما باید پایبند نماز باشیم. اما این که اگر یک فرد یک گناهی را انجام داد آیا سبب می شود که عبادت دیگرش قبول نشود؟ نه، این سبب نمی شود. عبادت دیگرش قبول هست، اما انسان اگر واقعا میخواد دیندار باشد ابتدا باید فرایض را نگاه بکند. بر گردن شما گناهی نیست که اگر ذکر نکردید، صلوات و درود نفرستادید، اما اگر نماز نخواندید در واقع گناهکار هستید. آیا برای غسل جنابت حتما باید بدن خود را صابون و شامپو بزنیم؟ نه، مگر شما برای وضو گرفتن باید حتما بدنتان را صابون بزنید یا به اصطلاح موارد دیگر استفاده بکنید؟ نه صابون، نه شامپو، نه کیسه کشیدن، هیچی لازم نیست. فقط همین که شما با آب خالی بدن خودتان را آب بکشید، این در واقع غسل شما انجام شده. نه نیازی به آب هست و نه نیازی به صابون هست و نه نیازی به کیسه کشیدن هست و نه نیازی به شامپو و موارد دیگر. من عاشق دختر خاله هم هستم، اما مادر بزرگم بهش شیر داده. آیا می شود با هم ازدواج بکنیم؟ نه، شما نمی توانید با هم دیگر ازدواج بکنید. به قول معروف این مادر بزرگتون با این جوجو گنوکشون عشق شما رو تباه کرده و نابود کرده و وقتی که یک کودکی از یک خانومی شیر خورده در واقع میشه جز آن خانواده و این دختر خاله شما که در واقع از مادر بزرگتون شیر خورده، این دختر خاله شما نیست، بلکه این خاله رضایی شما شمرده می شود و ازدواج با خاله جایز نیست، چه رضایی باشد، شیری باشد یا اینکه اصلی باشد. همان گونه که ازدواج با خاله و عمه اصلی و حقیقی جایز نیست، ازدواج با عمه و خاله رضایی هم از نظر شرعی جایز نیست. سلام، چطور نام پدر پیامبر عبدالله بوده با اینکه خدا را پیامبر به مردم معرفی کرده است؟ نه، این گونه نیست که شما تصور میکنید. نام الله متعال همیشه در طول تاریخ شناخته شده بوده. از زمان آدم گرفته تا قیام قیامت نام الله متعال معروف بوده و معروف هست و مشرکان مکه هم الله متعال را در واقع میشناختند. این گونه نیست که پیامبر الله را معرفی کرده باشد. فقط موردی که داشت این بود که مشرکان در عبادت با الله متعال شریک میگرفتند
بت‌ها را در کنار الله متعال عبادت می‌کردند. و جالب هم این است که وقتی که از همین مشرکان قبل از ولادت پیامبر هم که به اصطلاح بت‌ها را عبادت می‌کردند، وقتی که الله متعال در مورد آنها می‌فرماید که اگر از اونها سوال بکنید که چرا این بت‌ها را عبادت می‌کنید، جواب اونها این است که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها را عبادت می‌کنیم تا ما را به الله برسانند. الله را قبول داشتند، الله را در واقع میشناختند و تنها پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست که نامش عبدالله بوده. اتفاقا خود عبدالمطلب هم در واقع یک نوه‌ای داشتند به نام عبدالله معروف بود. عبدالله ابن ابی امیه هست. عبدالله ابن ابی امیه و پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم و نوه عبدالمطلب بودن. و جالب اینجا است که حتی پدر بزرگ خود همین عبدالله ابن امیه، پدر بزرگش هم عبدالله هست، عبدالله ابن عمر بوده اسمش. و نامه‌های دیگری بودن در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اسلام، مانند عبدالله ابن مسعود هذلی رضی الله تعالی عنه، یا حتی مثلا رئیس منافقین عبدالله ابن ابی که رئیس منافقان بود و قبل از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت بکنند قرار بود که ایشون در واقع پادشاه مدینه اعلام بشود. این هم قبل از اسلام متولد شده و نامش همون عبدالله است. پس بنابراین نام عبدالله قبل از اسلام هم فراوان بوده و مشرکان مکه الله متعال را می شناختند. این گونه نیست که پیامبر الله را معرفی کرده باشه برای اولین بار. آیا اسم الهه گناه دارد؟ بله، اسم الهه یا آلهه از نظر شرعی حرام هست. ببینید نام الله متعال جایز نیست که اونو بر کسی بگذاریم، خصوصا نام الله، لفظ جلاله الله و لفظ الرحمن، اینها نامهای اختصاصی الله متعال هستند. اله یا الهه یا الله، اینها نامه‌هایی هستند که حرام هست، این مخصوص الله متعال هست. الهه مؤنث اله هست. الهه یعنی اله مؤنث، اله ماده، و چنین وصفی برای الله متعال در واقع حرام هست و جایز نیست که ما چنین وصفی رو برای الله متعال ذکر بکنیم. و این مشرکان بودند که معبودان خودشان را مؤنث فکر می‌کردند، گمان می‌کردند که به اصطلاح فرشتگان دختران الله متعال هستند و معبودان خودشان را آلهه و با نام مؤنث صدا می‌کردند. به هر صورت گذاشتن نام اله یا الهه یا الله یا هر کلمه‌ای که از این مشتق بشود، گذاشتن این نام بر انسان از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. به من گفتند همزاد داری، به خاطر خدا بفرمایید چجوری دفع همزاد بکنیم. ببینید اینایی که بیشتر همزاد را تبلیغ میکنند اینا همین افرادی هستند که دعانویسند و ساحر و جادوگر هستند. برای اینکه مشتری کسب بکنند هر کسی که پیش اینها برود اولین حرفشون همین است که شما در واقع همزاد دارید. این همزادی که اینها میگویند این در واقع یک توهمی بیشتر نیست، یک توهم بیشتر نیست. امکان دارد که یک انسانی توسط یک جنی مس بشود و جن انسان رو در واقع اذیت بکند. اما این همزادی که تبلیغ می کنند، یعنی این که هر وقتی که یک انسانی متولد می شود در کنارش یک شیطانی هم متولد می شود که همراه اون هست، این شیطان در واقع برای همه هست. این گونه نیست که تنها برای شما باشه که شما همزادی داشته باشید، نه، این همزاد به این معنی که برای هر انسانی در واقع یک شیطانی هم همراه هست، همیشه همراهش هست. و اما این شیطان بگونه نیست که انسان را اذیت و آزار بکند، رزقش را ببندد، اذیتش بکند، نمیدونم آزار جسمانی به اون برسد، یا اینکه مثلا تقدیر و سرنوشتش را برهم بزند. نه، این گونه نیست. و در حدیثی هست در صحیح مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که هیچ کسی از شما نیست مگر این که الله متعال برای او یک
قرینی را مسلط کرده و با اون در واقع همراه کرده. یک قرینی از جن، یعنی همراهی از جن هست. این جن چه کار میکند؟ این جن انسان را وسوسه میکند، یعنی نهایت تلاشی که این جن میتواند و ضرر و زیانی که به انسان برساند این است که انسان را وسوسه میکند برای گناه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که این حرف رو زدن از ایشان سوال کردند که حتی شما یا رسول الله، شما هم جنی شیطانی همراه شما هست؟ ایشون گفتن بله، حتی من هم یک جن و یک قرین جنی و شیطانی دارم، منتها الله متعال مرا بر این قرینم غالب کرده و این جن من تسلیم شده. الان برخی از علما تفسیر کردند که یعنی مسلمان شده و برخی دیگر گفتن نه، مسلمان نشده، منتها تسلیم شده و پیامبر فرمودند که لا یأمرنی الا بخیر، که مرا امر نمی کند مگر به کار خیر، این مانند بقیه نیست که وسوسه به گناه بکند. پس بنابراین این قرین برای همه در واقع وجود دارد، مخصوص شما نیست که بگند که حتما این با شما هست و چون که زندگی دچار مشکل شده و سختی داری و فلان و فلان. نه، این از نظر شرعی صحت نداره، نباید که فریب این افراد را بخورید و این قرین و همزادی که همراه انسان است هیچ گونه ضرر و زیان ظاهری به انسان نمیرساند. تنها چیزی که به اصطلاح ضرر و زیانی که میرساند در حد وسوسه هست و نه فراتر. اما برای این که به اصطلاح این همزاد را یا این قرین را چگونه دفع بکنیم، بهترین راهش که توصیه شده همین هست که به اصطلاح سوره ناس را بخوانید یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را بخوانیم که الله متعال صراحتا در قرآن میفرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. هر وقتی که مورد حمله قرار گرفتی از شیطان و وسوسه شیطانی به ذهنت آمد، فاستعذ بالله، به الله متعال پناه ببر. و یکی از نامه‌های شیطان همین خناس هست که به شیطان خناس یعنی شیطانی که وقتی که به اصطلاح شما ذکر میکنید، وقتی که تلاوت میکنید، بیاد الله متعال هستید، اون میرود و پنهان میشود، از شما دور میشود. پس بنابراین هر وقتی که مورد حمله شیطانی قرار گرفتید، مورد وساوس شیطانی قرار گرفتید، بهترین چیز همین است که شما سوره در واقع ناس را تکرار بکنید یا معوذتین را، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را شما همیشه بخوانید، ان شاء الله که هیچ گونه ضرر و زیانی به شما نمیرساند. این که همراه با مرده در قبر 2 چوب تر میگذارند، جریانش چیست؟ والا نمیدونم، لابد میخواند که منکر و نکیر زحمت نشوند و دنبال چوب نگردند. انشاءالله که الله متعال همه مردگان من و شما را بیامرزد. در مورد این که چوب تری رو مثلا بعضی جاها، من نمیدونم در منطقه ما در میان اهل سنت من چنین چیزی رو ندیدم، شاید در میان شیعه رواج داشته باشه، منتها به صورت کلی گمان من این رو از یک جریانی گرفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی به قبرستانی رفتند، 2 قبر بودند و فرمودند که صاحب این 2 قبر عذاب میشوند، صاحب این 2 قبر عذاب میشوند. یکی از اون 2 نفر علتش این است که سخنچینی میکرد، گناهش این هست، و فرد دوم گناهش این بوده که از ادرار و نجاست پرهیز نمیکرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چوب شاخه درخت خرمایی رو گرفتند، 2 نصفش کردند، یکی رو روی یک قبر گذاشتند و اون قسمت دیگر رو روی قبر دیگر گذاشتند و فرمودند که امید هست شاید الله متعال تا زمانی که این 2 چوب خشک نشده باشند آن عذاب آنها را تخفیف بدن، شاید از این مورد گرفتن. اما این که در قبر مسلمان باید 2 چوب تر بگذارند، این چنین چیزی رسم نبوده. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم این همه آدم وفات کردند، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که وفات کرده بودند، عزیزان رسول الله که از دنیا رفته بودند، حتی یک موردش ما نداریم که رسول الله مثلا در قبر مسلمانی یک چوب، این تکه چوبی یا 2 تکه چوب مثلا گذاشته باشه، یا حتی بر روی قبر هم نگذاشتن، فقط همون یک مورد بوده و به عنوان معجزه‌ای برای رسول الله یا به عنوان شفاعتی از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، وگرنه این عمومیتی نداشته در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم. و ما هم از طرف خودمان نمیتونیم همچین چیزی رو قیاس بکنیم. من
حالا من نوعی، یک ملایی باشه، هر کسی باشه، نمیتونه خودشو قضاوت بکنه، چون که پیامبر این کار رو انجام داد در یک امر غیبی که ظاهرا معقول نیست و به عنوان یک معجزه هست. من نمیتونم خودم جای پیامبر بگذارم که من اگر هم چوب تری روی قبری گذاشتم، عذاب از صاحب قبر در واقع برداشته میشه. ما مسئولیت داریم برای مردگان خودمون دعا بکنیم. همون لحظه که دفنشون کردیم، بعد از این که دفنشون کردیم، بعدها برای مردگان خودمون دعا بکنیم. این دعای ما سبب در واقع بخشیده شدن مردگان می شود، سبب تخفیف عذابشان می شود، سبب ارتقا و بالا رفتن جایگاه و منزلتشان می شود. اما اینکه چوب تری بگذاریم در قبرشون یا روی قبرشون یا درختی بکاریم روی قبر، این هیچ گونه تأثیری برای مرده در واقع ندارد. یک کسی در یک کلیپ گفتن اگر داخل یک بیابان بودید، آبی که برای وضو دارید می توانید به سگ تشنه بدید و تیمم کنید، اما به یک انسان بی نماز که تشنه هست نمی توانید بدید. نظر شما چیه؟ نه، من چنین چیزی قابل معقول، یعنی معقول نیست و حرمت انسان به صورت کلی بالاتر از حرمت حیوان هست. همه مخلوقات الله متعال حرمت دارند، اما اگر قرار باشه که مقایسه بکنیم، حرمت انسان حتی اگر انسان کافری باشد، این در واقع نزد الله متعال حرمت دارد، برتری دارد. اگر به طور مثال فرض بکنیم که یک سگی وجود داشته باشه و یک انسانی فرضاً بالفرض محال و جزء تصوراتی که شاید در دنیا هم امکان یک بار هم اتفاق نیفتد، اگر یک سگی تشنه باشد و یک انسانی تشنه باشد، اگر آب را به سگ بدیم انسان میمیره، اگر به انسان بدیم سگ میمیره، بالفرض هم چون این اتفاقی قرار باشه بیفته، در این صورت قطعا انسان اولاتر و مقدمتر هست. من بعد یک اشتباه بزرگ توبه کردم و نماز میخوانم و قطعا وقتی که انسان توبه بکند، الان هر گناهی باشه، چه گناه بزرگی باشه، گناهان کبیره و صغیره، وقتی که انسان توبه بکند، الله متعال توبه انسان رو قبول میکند، الله متعال انسان رو میبخشد، میامرزد. و خود این که الله متعال بعد از توبه به شما توفیق داده که نماز بخوانید و پایبند عبادت و طاعت هستید، این انشالله نشانه قبول شدن توبه شما هست. آیا با کاشت مژه و کاشت ناخن میشه نماز خوان؟ نه، با کاشت ناخن یا مثلا لاک، هر چیزی که مانع رسیدن آب به پوست بدن باشد، این در واقع جزء موانع صحت وضو هست، جزء موانع صحت وضو هست. یعنی وضو صحیح نمی شود. در یک سفری چندین مرتبه اتفاق افتاده که رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدند که برخی از اصحاب مثلا در سردی در بیابان که بودند وضو می گرفتند با عجله، بعد یک قسمتی از بدنشون، پایشون مثلا می درخشید، یعنی اینکه آب به اون قسمت نرسیده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ویل للعقاب من النار، یا می فرمودند که برید دوباره وضو بگیرید، زیرا که این قسمت در واقع خشک شده. از این روایت علما استدلال کردند که اگر حتی یک قسمت خیلی کوچیکی هم از بدن انسان هنگام غسل یا وضو خشک باشد، در واقع وضو و غسلش صحیح نیست و به تبع آن نمازش هم صحیح نیست. تو خاص پیام دادم، چرا جواب ندادی؟ متاسفانه یا خوشبختانه خدمت شما عرض بکنم که پیام‌ها یعنی به اندازه‌ای هست که
من یعنی نمیشه که همه پیام ها را یعنی جواب بدم در کامنت ها و پیام مستقیم. شاید صدها که نه هزارها پیام هست و متاسفانه بنده نمیرسم که به همه پاسخ بدم. معمولا گاهی وقتی که فرصت داشته باشم کامنت ها رو میخونم. اگر عزیزی سوال کرده باشه و در کامنت ها در حد توان انشالله که جواب میدم. آیا پیامبر سواد داشتند یا نه؟ چه کسانی قرآن را مکتوب کردند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر تعریف شما از سواد این باشه که یعنی خواندن و نوشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نبودند و این یک معجزه ای از معجزات الهی هست. و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به اصطلاح اهل شعر بودند، اهل به اصطلاح ادب و شعر می بودند، یا این که مثلا کتاب می خواندند، کتاب می نوشتند، یک جایی مثلا آموزش دیده بودند، خب طبیعی بود که مشرکان مکه از اون قبول نکنند که این حرفهایی که میزنید، این قرآنی که آوردید، این قرآن با این فصاحت و بلاغت از جانب الله متعال باشه. میگفتند خود رفتی از مثلا فلانجا یاد گرفتی، از یهود یاد گرفتی، نمیده از فلانجا یاد گرفتی. خود همین که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندن و نوشتن بلد نبودند یک معجزه هست. با این که خواندن و نوشتن بلد نبودند، این قرآن را با این عظمت و به اصطلاح شگفتی و با این همه علوم، در واقع هم علوم غیبی و هم علوم از آینده، این دلیل بر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر و برگزیده الله متعال بودند. آیا جن اشیای قیمتی را از خانه بر می دارد یا نه؟ به صورت کلی نه این که نمی تواند بردارد، اما این یک اتفاق خیلی نادر هست، یک اتفاق خیلی نادر هست و شما سعی بکنید که همیشه وقتی که در خانه هستید حتما معوذتین را بخوانید یا بسم الله را بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که در را میبندید بسم الله، با بسم الله ببندید و وقتی که ظرفه های خودتان را شب میپوشانید اونها را بپوشانید یا اونها را برعکس بگذارید و بسم الله بگویید. و پیامبر فرمودند که یا اینکه وقتی که دری را میبندید، گاو صندوق خودتان را، کمد خودتان را میبندید، بسم الله بگویید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در اون دری که با نام الله متعال بسته شده و قفل شده، شیطان نمیتواند اون را باز بکند. یا حتی در حدیث دیگری آمده که ستر و پرده‌ای که در میان عورات بنی آدم و انسان و شیطان ها وجود دارد همین بسم الله هست. وقتی که میخواهید لباستون را عوض بکنید بسم الله بگویید، وقتی که به دستشویی می روید بسم الله بگویید، قبل از اینکه برای همبستری لباستون را در می آورید بسم الله بگویید. این بسم الله گفتن شما یک ستر و پرده‌ای هست در میان شما و در میان شیاطین که نمیتونن به شما هیچ گونه ضرر و زیان و آسیبی برسانند. آیا در خانه نماز خواندن گناه است؟ نه، در خانه نماز خواندن نه تنها که گناه نیست بلکه ثواب هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تجعلوا بیوتکم مقابر، شما خانه های خودتان را قبرستان قرار ندید، مثل قبر نکنید که در قبر انسان نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه عبادت بکنه، بلکه شما در خانه نماز بخوانید، قرآن را بخوانید، سوره بقره را بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در خونه ای که سوره بقره خوانده می شود شیاطین در واقع وارد نمی شوند. سنت هست که ما نمازهای سنت، نمازهای نفلی را در خونه خودمان بخوانیم، اما برای نماز فرض واجب هست یا سنت
علت مؤکده هست از دیدگاه جمهور علما که حتما باید در مسجد خوانده بشود. اما اگر کسی بنابر هر دلیلی نتوانست که به مسجد برود و نماز را با جماعت بخواند هیچ اشکالی ندارد، در منزل وقتی که نماز بخواند نمازش قبول هست. منتها نماز با جماعت ثوابش 25 درجه یا 27 درجه بالاتر از نمازی هست که انسان به صورت انفرادی میخواند. آیا وقتی آدم آبتنی میگیره یا دوش میگیره وضو هم واجبه؟ اگر کسی به نیت طهارت رفته آبتنی کرده، حمام کرده، نیازی به وضو نیست. اگر به نیت طهارت رفته غسل کرده، آبتنی کرده، در این صورت نیازی به وضو نیست، زیرا که خود طهارت یک وضوی کاملتر هست و یک طهارت کاملتری هست، البته به شرط این که همراه با نیت باشه. اما اگر یک فردی رفته صرفاً به نیت این که بدنش خنک بشود رفته غسل کرده، یا به نیت شنا رفته مثلا زیر آب، این غسل حساب نمی شود، حتما باید برای نماز وضو بگیرد. اما اگر نیت داشته، نیت طهارت داشته، نیازی به وضوی مجدد در این صورت نیست. قرعه کشی خانگی و وام گرفتن حرام است؟ اگر منظورتون از قرعه کشی خانگی این است که مثلا چند نفر جمع می شوند و هر نفری به طور مثال در ماهی 1 میلیون تومان 10 میلیون تومان میگذاره و قرعه کشی می کنند و سر ماه که شد اینها رو به یکی از این افراد می دهند، این از نظر شرعی اشکال ندارد. این یک نوع سرمایه گذاری هست، یک قلدکی هست که در واقع شما پول خودتان را جمع کردید و اصل قضیه به اصطلاح قرض دادن به دیگران نیست. اصل قضیه و نیت و هدفی که افراد دارند این است که بتونن پسنداز بکنند. اینطوری مثلا اگر که به اصطلاح این صندوق خانوادگی نباشه، شاید که پول مصرف بکنن، نتونن تا آخر ماه نگه دارن، اما همین که حقوق رو میگیرند همون اول ماه یا آخر ماه حقوق میگیرند، همون اول مثلا یک مبلغی رو کنار میگذارند به عنوان پسنداز هست و در آخر ماه اینو به اصطلاح به اون صندوق میندازه و قرعه کشی میکنند، یا همون اول قرعه کشی میکنند، نوبت به هر کسی رسید اون پول رو برمیدارند. این از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست. بعضی از علما اینو گفتند که این یک نوع وام دادن هست، اما به نظر من وام دادن نیست. شما به کسی دیگر به نیت این که به دیگری وام بدهید این پول رو در اون صندوق نمیگذارید، به این نیت هست که من این پول رو فعلا میگذارم تا اینکه هر وقتی که نوبتم رسید به صورت کامل مثلا اینو من بردارم و بتونم مثلا یک کاری رو انجام بدهم و این از نظر شرعی ان شاء الله که اشکالی ندارد. آیا استخاره رو خودمون می توانیم قرآن باز بکنیم؟ استخاره گرفتن با قرآن استخاره شرعی نیست. با قرآن نمیشه استخاره گرفت. قرآن برای این نیست که شما یک کاری رو انجام بدهید یک کاری رو انجام ندهید. اگر در قرآن امری شده فلان عبادت رو انجام بدید، واجب هست که انجام بدید. نهی شده که فلان کار رو انجام ندهید، واجب هست که شما انجام ندهید. اما این که شما یک کاری رو در زندگی خودتان میخواهید که انجام بدهید و از قرآن بپرسید که این کار رو انجام بدهم یا انجام ندهم، خیر در اینه که انجام بدهم یا انجام ندهم، چون این چیزی از قرآن ثابت نمیشه. الان در هر جای قرآن که شما نگاه بکنید، اگر ذکری از بهشت آمده بعد از آن ذکری از جهنم آمده، اگر ذکری از خیر آمده بعد از آن ذکری از بدی آمده، اگر ذکری از نیکوکاران آمده بعد از آن ذکری از بدکاران آمده. و این که بعضی از قرآن مثلا فال میگیرن، وقتی نگاه میکنم که نه این فال من بد در اومد، خب این در واقع شما دارید از قرآن بددل میشوید و مردم از قرآن زده میشوند که این قرآن برای من چیز بدی رو مثلا فال بدی رو در آورد یا اینکه استخاره بدی رو به من در واقع گفت. و این قرآن برای استخاره گرفتن
گرفتن نیست. قرآن برای تلاوت هست، برای این است که قرآن را در زندگی خودتان عملی بکنید و در زندگی خودتان به اصطلاح در آن از آن استفاده بکنید و بر احکام آن عمل بکنید. آیا در رابطه زناشویی رابطه دهانی برای یک دیگر حرام است؟ در مورد دامنه و گستره رابطه زن و شوهر، رابطه زناشویی زن و شوهر، رسول الله صلی الله علیه و سلم دو مورد را حرام اعلام کردند و در قرآن کریم الله متعال مخاربت در هنگام عادت ماهیانه را حرام کرده. یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض، که در هنگام عادت ماهیانه و پریودی از زنان دوری بکنید. و مورد دیگر این است که به اصطلاح در زمان رابطه از پشت را، رابطه مقعدی را رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام کرده و ممنوع هست و فرمودند کسی که این کار را انجام بدهد ملعون هست و این نشانه این است که گناه کبیره هست. این دو مورد را رسول الله صلی الله علیه وسلم ممنوع اعلام کردند. غیر از این برمیگرده به سلیقه شخصی خود افراد که چه سلیقه‌ای داشته باشند و چه فرهنگی داشته باشند، تا زمانی که کرامت انسانی و بشری رو زیر پا نگذاشته باشند و این گونه موارد نباشه، از نظر شرعی ممانعتی هم وارد نشده. زن و شوهر در این زمینه در واقع آزاد هستند. چیزی رو که الله و رسول منع کردن همین دو مورد هست. فراتر از این دیگه برمیگرده به سلیقه خود دو نفر. خب دوستان عزیز، به همین مقدار امشب کفایت میکنیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.